سوال کی میتونه بگه ما چرا گیاهان رو پرورش میدیم؟ آقا ما بگیم. تو نه، تو هم نه، تو بگو. ولی من دستم بالا نگرفتم. برای همین گفتم تو بگو. من چطوری بگم؟ من بلد نیستم که دستم بالا نگرفتم. بگو. میدونم درس رو نمیخونی. آقا از نوروز که دستشون بالاست. بگو. مگه نمیفرستم دفتر؟ باشه آقا. میگم. به نظر من ما گیاهان رو پرورش نمیدیم. گیاهان ما رو پرورش میدن. چطور؟ هر روز بهمون اکسیژن میدن که نفس بکشیم. بگو چی میگی؟ همچنین گیاهان به ما غذا و میوه میدن که رشد کنیم. خب و در نهایت وقتی میمیریم گیاهان از جسد تجزیه شده ما به عنوان کود استفاده میکنن و رشد میکنن. تازه عمر اکثر گیاهان از ما بیشتره، پس اونا در نهایت روی زمین میمونن و از جسد ما استفاده میکنن. گیاهان بدون ما میتونن زندگی کنن ولی ما بدون گیاهان نمیتونیم زندگی کنیم. این نشون میده که اونا دارن ما رو پرورش میدن. حالا نظرتون چیه؟ گیاهان ما رو پرورش میدن یا ما داریم گیاهان رو پرورش میدیم؟ خیلی خوب. کافی. زنگ خورد بچه‌ها. فردا میبینم. خب متاسفانه بچه‌ها معلمتون دیروز استعفا داد و من جای معلمتون به صورت موقت هستم تا زمانی که بتونم براتون معلم پیدا کنم. خب کی میتونه بگه 2 ضرب در 2 چند میشه؟ آقا ما بگیم. ما بگیم. تو نه، تو هم نه. تو بگو. من بگم. نه این کار نکن آقا مدیر. ولی آقا مدیر من که دستمو بالا نگرفتم. حالا چی بگی؟